سلام به همگی، خوش اومدین به یک ویدیو جدید دیگه با من. آقا قراره که امروز با شکیبا و نیام، اگه نمیدونین شکیبا خواهر منه، نیام دوست شکیباست، قراره بریم با هم یه جای خیلی خوشگل تو ماگوسا که اسمش گازی ماگوسا لیمانی، ته ماگوساست که قشنگ وایب اون کاپادوکیا میده. از چه لحاظ؟ از اینکه همه کافی شاپاش، رستوراناش، کلاباش، همه چیزش سنگیه، یعنی قشنگ مکان توریستیه. و یه چیزی هم که داره، کلا صادرات وارداتشون از لیمانیه، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین دریاها اونجاست و کشتی اونجا لنگر میندازن. قراره با هم بریم گازی ماگوسا لیمانی، پس با من همراه باشین. تو ویزا کارت؟ واو چه خوشگله. اینجا چیز مقبره است؟ نه عزیزم، اینا صندلیه. یه راست ما نیو کفشم عوض کنیم. کفش من اندازه تو نمیشه. تازه الان دیگه بیشتر اینجا یکی از قلعه های خیلی خوشگله قبرسه. گازی ماگوسا لیمانه، یه قسمتی از ماگوساست که بیشترش با دریاست و اینجا اکثریت مثلا با یات و این داستان ماستانه میرن. حالا ما بریم این ببین خیلی خوشگله، اسمش لیمانیه. بعد مثلا اینجا خوشگله. دریا پشما. من تا حالا این یاتایی که گفتم اینا که یاس نمیده. حالا من خواستم هیچ میگن باش ایناست دیگه، اون وریاست. مثل این ندید خریدم. اون وسط دریا چی؟ یا راه داره. اونم با آدم راه داره با اون یا دقیقا خب آبه. آره حالا چه دریا باشه چه ساحل چه مرد. اینه یا خیلی پیشرفته است، میدونی؟ من یا باید دید مشنگیوس سنه بچه توسط ژوزف فوریاسونیاستان عروس میگه بازسازی شد و به دست انگلیس نابود شد. زیبایی رو عشق است. در اونجا ایرانی. اوپس خیلی خوشگله. واو اون ور قشنگ میخوره به ته جایی که کشتی ها لنگر میندازن. من خیلی واقعا دوستش دارم، یکی از قشنگ تریناست. بعد خیلی گو بوده، قشنگ اینجا حس میکنی شهر زیر پای توست. واو من دارم وای خدای من. نمیشه من برم بالا. واو خدایا خلق تو نگاه. فرهام
کسانی که مثلا مهمونی میگیرن، خب مهمونی مثلا 8,000 که تموم شد همون رو همه میرن کازینو. خیلی زیاد چیزن، همه چیز زیبایی. ها چون نداره. این میخوره به کلیسای روم و چون هم این داستان مثلا کنن واقعا. خورات عبسی چیزی اینجا. بولدن. این چقدر گرگیره. آره هاوس اند کافی. چقدر بیشار مدیرم. خواهش کنم. این چیزه. چقدر خوشگله. شما